این انتخابات عزیزان من برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود، برای دوستان شما در اکناف عالم یک جشن واقعی بود. این یک جنبش عمومی و مردمی بود برای تجدید پیمان با امام و با شهدا. هدف دشمن اینه، میخوان اعتماد رو بگیرن، تا مشارکت رو بگیرن، تا مشروعیت رو از جمهوری اسلامی بگیرن. این ضررش به مراتب از آتش زدن بانک و سوزوندن اتوبوس بیشتره. بین 4 نامزد انتخابات این رقابت میان افراد و جریانهای متعلق به نظام اسلامی است. اینی که دشمنان سعی میکنن در رسانه‌های گوناگون که غالباً هم این رسانه‌ها مال این صهیونیست‌های خبیث و رذل است، سعی میکنن اینجور وانمود کنن که دعوا بین طرفداران نظام و مخالفان نظامه. نخیر، اینجوری نبود. اونها غلط میکنن این حرف رو میزنن، این واقعیت نداره. یکی از اینها رئیس جمهور کشور ماست، یکی از اونها نخست وزیر 8 سال در دوران ریاست جمهوری خود بنده است، یکی از اونها فرمانده سپاه در سالهای متمادی و یکی از فرماندهان اصلی دوران دفاع مقدس بوده است، یکی از اونها 2 دوره رئیس قوه مقننه کشور بوده است، رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است. اینا عناصر نظامند. خطاب به سران استکبار و سران رسانه‌های استکباری، وقتی اعتراض بعضی از نامزدها رو دیدن احساس کردن یه فرصتی پیش آمد براشون، این فرصت رو مغتنم شمردن تا بتوانن موج سواری کنن. چشمشون افتاد به بعضی از این اجتماعات مردمی که به دعوت نامزدها مثلا در خیابان‌ها پیدا شد، امیدوار شدن یواش یواش نقابهاشون کنار رفت، حقیقت خودشون رو بنا کردن نشون دادن. نقل شد از قول رئیس جمهور آمریکا که گفته ما منتظر چنین روزی بودیم که مردم به خیابانها بریزن، از اون طرف نامه بنویسن، اظهار علاقه به روابط کنن، ابراز احترام به جمهوری اسلامی بکنن، از این طرف این حرفا رو بزنن. کدومو باور کنیم ما؟ در داخل کشور هم عوامل این عناصر خارجی به کار افتادن، خط تخریب خیابانی شروع شد، خط تخریب، خط آتش سوزی، اموال عمومی رو آتش بزنن، حریم کسب و کار مردم رو ناامن کنن، شیشه های دکان مردم رو بشکنن، اموال بعضی از مغازه ها رو به غارت ببرن.